دوستای عزیز فارمارپی درود. در خدمت یکی از محبوبترین، پرطرفدارترین و در یک کلمه بگم باحالترین استادای دانشگاه داروسازی آزاد هستیم. ایشون استاد ما بودن، این سعادت و افتخار رو داشتیم، جناب آقای دکتر رامین ابریشمی. آقای دکتر عزیز، خیلی خوشحالیم که به ما وقت دادید، در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. اولا که تشکر کنم از شما که زحمت کشیدین، تشریف آوردین و خیلی بیش از حد لیاقت من تعریف کردید. از شما بزرگوار، از شما بزرگواران تشکر. در خدمت. زنده باشید. یه معرفی بیشتری از خودتون می‌فرمایید برای بچه‌ها، مثلا در رابطه با خب نام خانوادگیتون که عرض کردم، سن، مقاطع تحصیلی، یا اینکه اگه دوست داشتید اصالت که از کدوم شهر هستید و اینکه محل فعالیتتون کجا. خب عرضم حضور شما که من رامین ابریشمی هستم، متولد 58 در شهر مشهد با اصالتی از جنوب خراسان و عرضم حضور شما که ورودی سال 76 عمومی در دانشگاه داروسازی علوم پزشکی اصفهان و 83 تخصص در علوم پزشکی تهران و فارغ التحصیل داروسازی بالینی در سال 88 و از بعد از فارغ التحصیلی هم در تهران در خدمت شما هستم. در حوزه‌های مختلف داروخانه، بیمارستان، صنعت و دانشگاه فعالیت مرتبط با داروسازی داشتم. بسیار عالی. من در همین ابتدا گوشیمو سایلنت کردم چون ترسیدم زنگ بخوره، بعد کل دانشگاهو بستنی میدادم، جریمه میشدم از طرف استاد. اینا گفتم اضافه بکنم که بچه‌ها شاید یادشون بیاد. استاد عزیز، تدریس برای شما لذت بخشتر هست یا فعالیت تو بیمارستان؟ عرضم حضور شما که انتخاب سختی، یعنی هر دو تاش لذت بخشه. وقتی بیماری در بیمارستان بتونی یه کار کوچولویی براش بکنی که مثلا در حیات اون فرد تغییر ایجاد میکنه، در کیفیت زندگیش تغییر ایجاد میکنه، خیلی لذت بخشه. گرچه این لذت فقط مربوط به بیمارستان نیست، یعنی اینو شما تو داروخانه هم به راحتی میتونید انجامش بدید و خب تدریس هم لذت خودشو داره دیگه. تدریسی سرمایه‌ای برات ایجاد میکنه که هیچ چیز دیگری اونو به دست نمیاره. یعنی وقتی ما مثلا میرم فلان شهرستان یه دارو میخوام، شهرستان خیلی دور افتاده، بعد میرم میبینم مثلا بچه‌های خودمون هستن، لذتی در این هست که در هیچ چیز دیگری نیست. واقعا با هیچ چیز دنیوی این قابل سنجش نیستش. بسیار عالی. خیلی ممنون. خب دوستانی که آقای دکتر رو میشناسن میدونن که ایشون یکی از اعضای داروساز نظام پزشکی هستن. میخواستم بپرسم ازتون که داروسازها چقدر میتونن توی نظام پزشکی تاثیرگذار باشن، چقدر میتونن برای احقاق حقوق داروسازان تلاش بکنن و طبق همون هشتگ‌هایی که میزنید توی در واقع پیج اینستاگرامتون یه گزارشی هم برای داروسازهای کشورمون اگه بگید ممنون میشم. خیلی سوال خوب نیست. اگه اجازه بدید یکم طولانی‌تر اینو بحث کنم. خیلی دوست داشتم که اینو تو اینستاگرام اولین سالگرد به حساب انتخابات که انجام شد دوست داشتم اونجا توضیح بدم. خوردیم به بقایی که خب اینستاگرام دیگه وجود نداشتش و لایو گذاشتن اینا سخت. در چه اشکال داشته باشه من کامل‌تر توضیح بدم. ببینید انتخابات نظام پزشکی یه انتخابات خیلی پیچیده است، یعنی صرفاً یه رأی آوردن نیست. شما رأیی که آوردی و به عنوان مثلا داروساز وارد هیئت مدیره شدی، در مرحله اول یه رأیگیری دیگری انجام میشه. هیئت رئیسه اون گروه مشخص میشن. در تهران خب 17 نفر عضو هیئت مدیره هستن. هیئت رئیسه که مشخص شدن، بعد یه سری اعضا انتخاب میشن برای رفتن به مجمع عمومی. وقتی اینا رفتن مجمع عمومی، باز یه انتخابات دیگری داخل خودشون برگزار میشه. اینها میشن عضو شورای عالی. از بعد از انتخابات داستان خیلی متفاوت میشه، یعنی دیگه اینجا دموکراسی خیلی مهم نیست. اینجا بیشتر لابی مهمه و توان اینکه بالاخره لابی کنی و بری تو لایه‌های بعدی و بالاتر. خب این اتفاقات به دلیلی که اون توان لابیگری وجود نداشتش و اون قدرت نبود یا حمایتی بالاخره نبود، برای من اتفاق نیفتاد و من شدم عضو شهر تهران. اینکه عضو شهر تهران باشی با اینکه عضو مثلا شهرستان کوچکی در کوچکترین استان کشور باشی هیچ تفاوتی به لحاظ قدرت و جایگاه و دسترسی و اینها بهت نمیده. و عملا واقعا یک ایرادی هستش که در ساختار قانونی به این شکله که انتخابات و بعد
رفتن به مراحل بالاتر واقعا قانونی انجام میشه. ولی به نظرم نفس قانونی، یعنی الان کسانی در گروه‌های مختلف داروسازی پزشکی، دندانپزشکی یا مامایی در شورای عالی هستند که 1/10 من هم رأی ندارن یا 1/10 علالبدل تهران هم رأی ندارن. و خب یه وقتی می‌بینیم که افراد اصلا هیچ گونه ایده‌ای ندارن، اصلا فاصله زیادی دارن با تهران، وقتی اینکه بیان پیگیری امور بکنن اینها رو ندارن. ولی به هر حال در این 2-3 سالی که در نظام پزشکی بودم خارج از سلسله مراتب پیگیری هایی که تونستم رو انجام دادم. با سازمان غذا و دارو متاسفانه مقدار زیادی سخت کار کردن و پذیرش ارزم حضور شما که یه سری حرفا وجود نداره. گرچه میدونم خب سرشون خیلی شلوغه، تامین کردن دارو تو این شرایط ارزی کشور واقعا کار سختیه، ولی خب توی یه سری مسائلی بالاخره پتانسیل های وجود دارد، میشد کمک کنیم، میشد در آیین‌نامه ها کمک بکنیم. و خب اصلا بر اساس قانون نظام پزشکی یکی از وظایف نظام پزشکی دادن مشاوره به وزارت بهداشت بر اساس قانون. خب اینها هم خیلی علاقه به دریافت این مشاوره نداشتن. به اضافه اینکه حالا کلیت این داستان این شد که فعالیت من محدود شد به هیئت مدیره شهر تهران و ارزم حضور شما هیئت انتظامی استان تهران که فقط مسائل انتظامی و تخلفات و اینجور مسائل رو برگزار میکنه. و باز به لحاظ وجود در حضور در نظام پزشکی تهران من عضو کمیسیون ماده 20 ارزم حضور شما که دانشگاه هستم. اونجا تا جایی که تونستم سعی کردم که در خدمت صنف باشم. البته واقعا گروه خیلی سالمی در شهید بهشتی حضور دارن و واقعا نیازمنده که چه من باشم چه نباشم، یعنی چه نماینده صنف حضور داشته باشه چه نداشته باشه، کارها به درستی داره انجام میشه. ولی خب به هر حال تا جایی که تونستم سعی کردم که وظیفه خودم رو در قبال صنف انجام بدم. بسیار ببخشید طولانی شد ولی نه، ممنونم از توضیحات کاملتون. چیزایی بودش که من نمیدونستم، واقعا قطعا برای بیننده ها هم مفید خواهد. یه مقدار از این فضای رسمی بیایم بیرون اگر اجازه بدین. خب بازم افرادی که شما رو میشناسن و دنبالتون میکنن میدونن که به کوهنوردی علاقه دارید و قطعا هشتگ تنبل و خوابند پنجشنبه صبح رو یادشون هستش. حالا اینکه کوهنوردی رو از کی شروع کردید و چند وقت کوهنوردی میکنید و توصیه‌ای دارید در این رابطه به بیننده‌ها؟ عرضم بزرگتون که کوهنوردی رو از 7 سال پیش شروع کردم. واقعا کوهنوردی نیستش تو سن ما، خیلی اجازه کوهنوردی اینا نیست. در حد اینه که هفته یه بار یه تفریح بشه خیلی خوبه، یعنی واقعا توصیه میکنم. خیلی استرسات از بین میره، اون یه دید بازی پیدا میکنی، کیلومترها زیر پاتو میبینی، کمک میکنه به روحیت، خیلی خوبه. به اضافه اینکه خب بالاخره تو سن ماها مشکلات چربی و خون و فشار و خون و وزن روز بالا و اینا باید با همین جبران بشه. خیلی توصیه میکنم که حتما دوستان حتما ورزش، ولی کوهنوردی چیز خاصه. من ورزش دیگه هم یه وقت انجام میدم، ولی کوهنوردی لذت خاص خودشو داره. یعنی سه صبح بیدار میشی، به خودت فحش میدی که چرا 3 صبح پا شدم، ولی وقتی میری وسط راه نفس میزنی چرا این وقت صبح من دارم میرم همه خوابم، ولی وقتی میرسی بالا انقدر اندورفین ترشح شده که خیلی لذت زیادی داره. بسیار پیشنهاد میکنم شما بیاید. حتما. اگه که این رو میشه به عنوان دعوت استنباط کردش، ما حتما این دعوت هم به خودمون میگیریم. حتما بفرمایید. سلامت باشید. بعد در طی کوهنوردی موزیک هم گوش میدید؟ من پس می‌خواستم یه سوال ازتون بپرسم که چه موزیکی علاقه دارید؟ من یه رنج وسیعی از موزیک رو از خیلی سنتی تا خیلی خالتور از ایرانی تا فرانسوی تا انگلیسی گوش میدم. حالا اگه بخواید یه دونه‌شو که از همه بیشتر دوست دارید بگید کدومه؟ شهر بپا میکنه. ولی خب از آقای صدا هیچ وقت نمیشه گذاشت. بسیار عالی. آقای دکتر عزیز، یه سوال سخت، شاید هم آسون باشه. شیطون ترین داروساز یا داروساز که نمیتونیم بگیم، دانشجویی که داشتید در طی دوران تدریستون کی؟ اسمشو میتونید بگید؟ واقعا نمیشه انتخاب کرد، یعنی مدل‌های مختلفی شیاطین وجود داره. مثلا همین محسن که پشت
دوربین هستش اگه دوربین بچرخونید. یکیشون بود، ولی خب هستن، یعنی مدل های مختلفی هم نمیشه در یک کاتگوری اینا رو قرار بدید. خب چون سخت بود واقعا این سوال. و یه سوال دیگه این که با توجه به این سوالی که پرسیدم شاید بشه جواب داد. یه اتفاق خنده‌دار توی دوران تحصیلیتون یا کاریتون که جذاب باشه، جالب باشه، یا که نه و اینو اگر که باشه، یکیش خنده‌دار، یکی هم اتفاق تاثیرگذار که مثلا توی دوره کاریتون خیلی تاثیر گذاشت، اگه جفتشو داشته باشید بگید که ممنون میشم. مشغولا تلخ بگم. یه سری وقایع اتفاق افتاد که میدونید ما چند تا از بچه‌ها رو از دست دادیم. خیلی تلخه، یعنی مثلا نگاه این بچه‌ها، من یعنی حداقل 3-4 تاشون رو حتی مثلا جای نشستنشون رو میدونم توی کلاس کجا. خیلی سخته، چه برای ما چه برای جامعه داروسازی، قطعا برای خانواده‌شون خیلی سخته. داستان من 1-2 ترم به بچه‌ها دارم میگم خودتون رو آماده بکنید. ما یه اشکالی که داشتیم مثل بچه‌هایی بودن که لای پرقو بزرگ شدن، فقط درس خوندن، صاف اومدن تو دانشگاه، کلی بهشون فشار آوردیم، آماده شدن، بعد میرن بیرون تو جامعه اتفاقات دیگری رو دارن میبینن. و چند ترمی که دارم بس بچه‌ها میخوام که خودتون آماده بکنید، فرش قرمزی بیرون نیست، یعنی هر روز که میری بیرون باید بجنگی. همین کاری که هممون داریم میکنیم، شاید مثلا 5 سال دیگه که بزرگتر شدی این جزئی از روتین زندگیت میشه، این جنگیدن و مبارزه کردن و بدی دیدن و سختی دیدن. و به هر حال امیدوارم که این اتفاق برای هیچ کس دیگری نیفته. این که شما این پیج رو دارید، هرچی ارتباطاتون گسترده تر بشه با بچه‌ها خیلی کمک میکنه. هرچی بیشتر بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، یه وقتی مثلا شاید یه نفری یه تلفن به موقع بهش بشه، شاید مثلا بتونه جلوی واقعی بعد رو بگیره. در واقع می‌کنم که این وقایع تلخ این چند سال اخیر آخریناش باشه و دیگه تکرار نشه. بله ما هم امیدواریم، چون از دوستای خیلی نزدیکمون هم بودن بینشون و هنوز خب اون تأثیر بعدش تو افکار ما در حینی که داریم کار میکنیم گهگاهی برای خودمون یادآوری میکنیم. و ممنونم از شما که مثل همیشه یه فضای واضح و شفافی از بیرون از دانشگاه، چه در زمینه کاری چه در زمینه مسائل اجتماعی، به بچه‌ها از همون زمان میدادید، همون زمان که ما در واقع پشت همین نیمکت‌ها و میزهای یا صندلی‌های دسته‌دار میشستیم و از درس دادن شما لذت می‌بردیم، چه الان. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم که این وقت به ما دادید و زنده باشید و ممنونم از بیننده‌های محترم که تا آخر این گزارش همراه ما بودند.